سلام، من نمشدگانم. بهترین ظروف در ایران برای انتخاب غذا: اگر مسی بود حذفه، قلندو داشت حذفه، قلش خط و خش نداشت باز حذفه، قل در بهترین حالت باز سرب داره. برای مربا، غذا، هر چیزی حذفه، فقط به عنوان دکوری میتونی استفاده کنی. قهوه، محوه، اینها جذبه ها تماما حذفه. برید سراغ استیلش. آلومینیوم های قدیم به اسم روحی که اصلا هیچ کنشون روی هم نیست، اگه بودم خیلی هم فرقی نمی‌کرد، ولی به هر حال روی که نیست. 99.9 همش 9. اینها آلومینیومه، فقط به درد همون حموم و خزینه‌های قدیمی خود آب بریزی رو سرت، به درد هیچ چیزی نمیخوره. نهایتا تخم مرغ توش چیز کنه، اونم حالا بود و نبودش مهم نیست. تابه های روست چدنی که توی بازار زیاده، آلومینیوم، ضایعات آلومینیوم، بدترین نوع آلومینیوم، از این مسیه بدتر. سرب به شدت بالایی داره، پارکینسون، زوال عقل، سرطان، تغییر در دی ان ای. به شدت از اینا بترسید. اصولا هم دسته چوبی هست و به راحتی سبک میتونید توی دستتون بگیرید بازی بکنید. هر کسی هم به شما گفت آلومینیوم و چدن رو با هم دیگه ترکیب کردیم، دروغ گفته. هر بلاگری تبلیغ کرده دروغ گفته. هر بلاگری یه همچین چیزی رو تبلیغ میکنه، یادتون باشه ازش بپرسید که جنسش چیه. گفت آلومینیوم و چدن، چی شد؟ دروغ گفته. اگر گفت چدن هست، آشپز محترم دقت کن، اگر میگی چه آلومینیوم هست اما تو درجات بالا سمی میشه، درجات معمولی سمی نمیشه، از همون قدیمیاست، دروغ داری به مردم میگی. این آلومینیوم بدترین نوع آلومینیوم، ضایعاتی که برای در پنجره استفاده میشه است. این نسل کشی توی ایرانه. آلومینیوم رو دقت کنید، به شدت خطرناکه. تمام متخصصین هم دارن بهش میگن. قازان‌های همینجور افراد بلاگر آشپزها بهش نمیچسبه. آلومینیوم بدترین نوع آلومینیوم، همینجوری خود به خود سیاه میشه، چه برسه اینکه غذا بخوای توش بپزی. میریم به مرحله جدیدتر، چیزهایی که اومد. تابه‌های چدنی سنگین و بدون روکش. بعضیا بدون پوشش میخوان، به هر حال اعتماد ندارن به پوشش، ولی خب به هر حال توی دنیای بدون پوشش ها باید دقت بکنید، بهش میچسبه، همه جاش میچسبه. بهترین نوع انتخاب چدن اینه که فقط یه دونه چیز دیگه نمیخواد. چسبی تموم، آهنربا چسبی بهش تمومه. بدون پوشش، باید روغن دود شده باشه، یعنی کلا توی روغن باشه. زنگ بزنه میتونه این هم برای بدن شما ضرر داشته باشه. نگهداریش به شدت سخته، باید چرب باشه و از متخصصینش بابت اینکه اینو چجوری نگهداری کنی سوال بپرسی. زنگ بزنه میتونه خطرناک باشه. نوع جدید ظروف چدنی روکشدار آلومینیومه. میگم آلومینیومه، چدنه. پس تا اینجاش درسته. خب حالا ما از کجا بفهمیم که اینو از کجا باید بخریم و از کجا نخریم؟ یه چیز دقت بکنید، اینها بدون پوشش گیاهی. هر کی گفت پوشش گیاهی، هر بلاگری گفت، دروغ گفت. اگر گفت پوشش ندارد و این مال خودشه، باز دروغ گفته. اینها پوشش های فاقد مواد شیمیایی مضر برای بدنه. از کجا بخریم؟ آخر سر بهتون میگم. اینو میذارم اینجا که داستان اصلیش رو توضیح بدم. قابلمه‌های سنگی آیا خوبه یا نه؟ گزینه مناسبی برای آبگوشت هست. فرهنگ مشهد هست و یه چیز عجیب غریبه برای ایران، ولی اما میتونه درگیر تشعشعات رادیواکتیو باشه، ولی خیلی روش مانور داده نشده، خیلی روش بررسی نشده و خیلی آزمایش‌های خاصی روش انجام نشده. ولی فرهنگ مشهد از قدیم تا الان هست، گرچه این از آلومینیوم چدن‌های تقلبی مثل اینا قطع به یقین خیلی بهتره و حالا شاید روزی زمینشناسا یا آزمایشگاه در مورد این اعلام نظر بکنن. گزینه مناسبی فعلا هستش. گزینه بعدی تفلونی که دیگه حتی گازهایی که موقع پخت غذا از این میاد بالا هم مضر. بیخودترین چیز اما ارزون ترین چیز شده. وام بگیرید، برید استیل و چدن بگیرید، از این دست بکشید. وام میگیرید میرید ماشین میخرید، وام میگیرید میرید فروخونه میخرید. برای این شده وام بگیرید. این مهمتر از ماشین و خونه است، این برای سلامتیته. حذفه. ببریمش روکش بکنیم. به هیچ عنوان سر کوچه روکشی خیلی زیاده، مطمئن قدیمیه. به هیچ عنوان تمام اینها میگه توی این زیرزمین ها معلوم نیست چی اصلا روش موادی روش کشیده میشه، خطرناکه. مگر اینکه جایی باشد که پوشش فاقد مواد شیمیایی برای شما بزنه، مواد شیمیایی مضر برای بدن شما بزنه و تاییدیه ها رو داشته باشه. دقت بکنید که به اونجا بخواد برسی کلی باید هزینه کنید. کلا حذف گرانیت، لعاب، گمج، این لعاب هایی که توی روستاها اینها به عنوان فرهنگ هستش، حذف، چون موادش مواد استانداردی نیست. مخصوصا الان ظروف لعابدار تماما حذف. به خاطر سلامتیتون این کار رو بکنید. بهترین ظروف
دیگه استیل های مامان بزرگ دوزه 40 سال عمرشه، فقط 20 سال دست منه، همه چی هم توش پختم، همین یه دونه رو هم دزدیدم تونستم بدزدم. این رنگی هم که به رنگ کمون شده هیچ ایرادی ندارد و استیل مناسبیه، فقط میچسبه. مشکل اینجاست که میچسبه، بعضی ها نگران این که آقا ما تو این برنج نمیتونیم درست کنیم و میچسبه به این. میریم روی یه سری ظروفی که اومدن به اسم ظروف های استیل کف لیزری. آیا کف لیزری ها خوب است؟ اگر که تاییدیه های جهانی رو داره، گزینه مناسبیه بابت پوشش، چون نچسبه، یه ذره گرون قیمته ولی خب شیکه و به عمر زیادتری داره. پوشش اینها طبق اسنادی که نشون میدن پوششی است که فاقد مواد شیمیایی مضر برای بدنه و هر بلاگین اومد گفت پوشش گیاهی دروغه، هر کسی که اومد گفت اینها فاقد پوشش هست دروغه. کف لیزریا فاقد پوشش نیست، کف لیزریا پوشش گیاهی ندارد. این داستان ها رو ولش کنید. تمام کف لیزری ها شیمیایی پوشش رو داره. حالا توی این دوتا گزینه که مون شدن روکشتا و این چی باید حواسمون باشه؟ هر ظروفی که به اسم خارجی در بازارها، شوش، مولوی، نمیدونم ستارخان، باقرخان، از تبریز بگیر تا مشهد، از مشهد بگیر تا شمال، از شمال بگیر تا جنوب، غرب، شرق کشور، هر برندی که شما به اسم خارجی دادند، ما چون واردات نداریم، تمامش در ایران داره تولید میشه و پوشش های گرانیتی و خطرناک داره روش میخوره، پوشش های تفلون داره میخوره. حواستون رو جمع کنید. مگر اینکه وارداتی باشد، حتی در مورد کف لیزری، چدن، آلومینیوم باشد، هر ظرفی باشد که مهر استاندارد روی خود جعبه خورده باشه که کدش باشه و شما بتونی پیگیری کنی، که اگر نتونستی پیگیری کنی، اگر اصالت کلا برات مشخص نشد، قطع به یقین بدون توی ایران و توی زیر پله درست شده. ما چیزی به اسم نمیدونم فرانسه، کره، ژاپن، آمریکا، هر کشوری، بلژیک، فلان، سوئد، این آلمانی، اینها توی ایران نداریم، مگر اینکه کد وارداتش باشد یا آن شرکت برای شما اسنادی رو ارائه بدهد که اینها طبق مجوزهای قانونی وارد کشور شده. در غیر این صورت بهترین و گرونترین دنیا هم بود نخرید که توی ایران و توی زیرزمینی داره تولید میشه. در مورد پوشش های چدن یا ظروف دیگر، پوشش ها رو باید دقت بکنید که فاقد مواد شیمیایی مضر برای بدن باشه. پوشش دار بودن ایرادی نداره. این پوشش هم تو ایران به اسم دیسکاور رسوبا شناخته میشه. پس پوشش گیاهی هر کی بهتون گفت دروغه، هر کی بهتون گفت این چدنه دروغه، فقط یه دونه از اینا میذاره جیبت 1000 تومان، دروغ است. گول بلاگرها، گول مبلغین، گول آشپزها رو بابت اینجور ظروف نخورید. آن چیزی که مطمئن است داشتن کد استاندارده. آقا ما به وزارت بهداشت و کد استاندارد ایران اصلا قبولش نداریم، ایرادی نداره. خیلی جاها من هم توی موارد قبولش ندارم، خیلی هم توی موارد دیگه قبولش ندارن، اما در مورد ظروف مثل داستان نمک‌ها، توی ظروف چه بخوایم چه نخوایم استاندارد حداقل ترین چیزها رو داره، بی خودترین چیزها رو باید اینطوری حساب کنید، اصلا داغون در داغون حداقل ترین چیزها رو داره که فردا میتونی بری یقه اون شرکت رو بگیری تو چیز آشغال به من بدی. ولی توی اون یکی‌ها که این حداقلی هم نداره، ببینید دیگه چی درست شده. مواظب ظروف باشید، مواظب خریدتون باشید. مهمترین چیز در منزلتون اینه.